ولی هیچ در خواب هم ندیده بودیم عالم خواب که به افغانستان بیاییم. آرزوی دیرینه ما بود و تعلقات و علاقه قلبی داشتیم و مخصوصا که برادران عزیز افغان ما جهاد کردند، قربانی دادند، کشته دادند و افغانستان را از اشغال بیگانگان آزاد کردند و این کار بسیار بزرگ. دوبار، یک بار از شوروی سابق و یک بار از این قدرت‌های غربی و ناتو آزاد کردند و مایه عزت شدن برای همه جان اسلام، مایه سربلندی شدن برای مسلمانان و مشتاق بودم که الله فرصتی پیش بیارد که ما بیاییم افغانستان و مخصوصا شهر نیمروز که اصلا به اینجا و شهر نیمروز و زابل و سیستان و زاهدان یکی هست، هیچ تفاوتی نداره و با هم متصله و الله تعالی خودش میدانه که چیکار میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. به هر حال زمینه فراهم شد که ما اینجا پرواز بکنیم و بیاییم. گفتیم همچنین جا از همه، از عراق و از پاکستان و از همه جا امترش افغانستانه و اینجا الحمدلله امنیتی علا برقراره که مثال زدنی و ضرب المثل و این خودش یک عزیزان نعمت عظیم. از نعمتهای دنیا هیچی بالاتر از امنیت نیست.